در همین رابطه عکس قاتل شاه که شهبانو فرح منتشر کردن رو ببینید. مایکل دبکی از حزب دموکرات آمریکا، جراح سرشناس و متخصص قلب و عروق، مأمور قتل شاهنشاه میشه. والدین دبکی مهاجرین لبنانی بودند. پدر مایکل، شاکر دباغی، به منظور سهولت در تلفظ نوشتار نامشون رو از دباغی به دبکی تغییر داد. او ابتدا با به راه انداختن جنجال در پاناما مانع جراحی فوری و ضروری شاه شد و 2 هفته بعد نیز با تیمی 6 نفره خودش رو به بیمارستان معادی قاهره رساند تا آن ساده ترین و خطرناکترین اشتباهات پزشکی رو در جراحی شاهنشاه به انجام برسونه. شهرت این پزشک باعث شده بود کسی به عملکرد او مشکوک نشه. دبکی بعد از خارج کردن طحال بزرگ شده شاهنشاه و برشی کوچک از کبد اشتباهی مرتکب شد که حتی ناشی‌ترین دانشجوهای پزشکی هم اون را انجام نمیدن. به گفته شاهدان او به عمد نوک کارد جراحی رو به دم لوزالمعده زد تا باعث ایجاد یک کیسه چرکی بشه. گلوبول‌های سفید بدن شاه به خاطر استفاده از داروهای سرطان به شدت پایین آمده بود و توان مبارزه با این عفونت را نداشتند. دبکی که از این موضوع مطلع بود به عمد از قرار دادن لوله‌ای که باید در این مواقع در بدن بیمار برای خروج عفونت تعبیه بشه صرف نظر کرد. بعد از این جراحی فاجعه بار و پس از 3 ماه تعلل غیرقابل جبران با بیشتر شدن درد و رنج شاهنشاه و وخیم شدن حال او در یک عمل جراحی دیگه حدود 1.5 کیلو عفونت از بدنشون خارج کرد. مأموریت دبکی هنوز به پایان نرسیده بود و او در اقدام نهایی خود در حالی که کبد شاهنشاه در این مدت از بین رفته بود و بدنش آمادگی شیمی درمانی رو نداشت، با ریا و دغل و اصراری عجیب شیمی درمانی رو از سر گرفت و باعث شد شاهنشاه پس از مدتی با تحمل آن همه دردهای کشنده چشم از جهان فرو ببندند. او مدت 75 سال طبابت کرد و در سال 2008 در سن 100 سالگی مرد و این در حالیه که هرگز در طول تاریخ با هیچ شخصیت سیاسی چنین ناجوانمردانه رفتار نشده و نخواهد شد. مردی که به چیزی جز عزت و سربلندی کشور و ملتش نمیاندیشید، چنان از طرف دشمنان خارجی و خائنین داخلی مورد هجوم واقع شد که کتاب‌ها باید در مورد مظلومیت این ابرمرد به تحریر در بیاد تا شاید آیندگان بفهمند که ایران زمین چه